زود بیایید. زود باشه. دخترهایم بیان احوالشان بد شد. چی شد نفهمید. کنی گیرید. من نه، دختر رو باید برید. این دختر حاضر میافتد. بیا آیسا دستت رو ده. رفتیم تمام رفتیم جناب دکتر. من هم با شما میروم. نه این خیلی ممکن نیست. جایز نیست رفتن شما. متاسفانه در لیفت جای نیست. یاری تجلی. بله در یاری تجلی جای نیست. برای همین شما راست با این محبس آید. بیمارخانه حیوان بخشش بیمارخانه. اگر نویم میشوم. شام بخیر. سلطانم زود باش. زود باش. بیمارخانه میرویم. زود باش. اندری یک سال شیرین ما آمدن که از سالچه روی از سالچه کی باشه سمی جان پشتی که قضیه نیمه شما شوکت ما رو با کجا میبرید؟ یک کلوبی دیوانه ناحیه همو میبرم بله آخر خورسندی حقی ما هم هست همین خیلی نه به این هم اکر زبایدم زینب رو با کلوب دعوت میکنن میریم بیا بریم باید که تولدان میفرم رفتیم بسنیم بیا سالک بیا کلی تا بخواب 03 زنگ زدم برا خوش اومدی سمی. تو رو دیدم. انا ها شوکت اگر زوبای تو رو با خواهرهایش بیند قورت رو میکنه. رقصی کبرا یا کمیسر تو بوده کمیسر تنجه دایی طرفو شوکت باز یگان کاری خطای کردی. کمیسر جانم خوب هستی؟ خوبم زوبای در اینجاست به عقل ها. چی؟ هم در اینجاست؟ زوبای دست کمیسر؟ ما رو میبینم. کمیسر در کجا است آزر؟ در کجا است؟ کمیسر خدا از تو راضی باشد اگر خسور بچه مرا بینه که میکشه به خدا میکشه خداوند 7 پشت گذشته تا رحمت کنه کمیسر خیرتم رحمت کنه اگر حوضی خودت نمیشیدی به فکرم که مرا 10 سال محکم میکردن چرا یاری تجلی را دزدیدی؟ خیلی همین خیلی شده یکی کمک خطا کردم معذرت میخوام کمیسر یک چیزی رو پرسم التماس فکر نکنه که شکایت میکنم من از شما تماما ناراضی نیستم اما یه شیرینر برای چی دایم تو مرا نجات میدی؟ چند بار شد که کلتکلیسی برادر ما به یادم میاری هر وقتی که در لحظه های ناگوار میافتیدم اما آمده گواروش میکرد زندگیم شکرخند بود کاش یک باری دیگه بیایه و خندین کمون شود برادر جانم برای خوبی خودت کلتکلیس بودنم را با تو گفتن نمیتوان